قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. بگو آیا کسانی که می‌دانند و کسانی که نمی‌دانند برابرند؟ همانا تنها خردمندان پند می‌پذیرند. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان نهایت عزیز، برادران بزرگوار و خواهران محترمه، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اما آنچه میخواهم با تأکید مطرح کنم آداب زیارت قبرها و دیدار از گورها هست که شریعت آداب را مشخص ساخته. متاسفانه که ما به علت پایین بودن دانش دینی ما یا افراط میکنیم و یا تفرید، یا میگوییم که اصلا قبر رفتن یعنی چی، لزومی ندارد و خود را هرچی میتوانید از قبرها دور کنید تا دل شما نرم نشود، تا به یاد آخرت نیفتید، تا از شادی ها و خوشحالی های شما چیزی کم و کاسته نشود. و عده‌ای را هم میبینیم که بدون در نظر داشت آداب شریعت وارد قبرها میشوند، کارهای سر قبرها میکنند که بت پرستا در مقابل بت ای کارها را میکنند. اگر واقعا ما آداب زیارت قبور را آنگونه که از پیامبر بزرگوار اسلام و از طرف فقها مشخص گردیده است در نظر بگیریم، ان شاء الله ما می توانیم با دیدار از قبرها یک ثواب را برای خود کمایی کنیم، دلهای خود را نرم بکنیم، محبت ما با برادران ما بیشتر شود و خیلی انتباه ها و خیلی فایده ها بگیریم. اولین مسئله برای همه این است که وقتی ما به قبرستان می رویم، چه در آنجا یک قبر باشد چه چندین قبر باشد، دعای زیارت قبرها را بخوانیم، دعا بخوانیم، دعایی که از پیامبر گرامی اسلام به روایت حضرت بریده به ما و شما رسیده است که پیامبر گرامی اسلام یاران خود را تعلیم دادند، آموزش دادند و فرمودند زمانی که شما به قبرستان می روید بخوانید السلام علیکم اهل الدیار من المؤمنین والمسلمین، سلام بر شما ای باشندگان این محل، ای مؤمنان و ای مسلمان هایی که در اینجا خانه گرفتید و در این زیر این خاک ها دفن شدید، سلام بر شما. السلام علیکم اهل الدیار من المؤمنین والمسلمین و انا ان شاء الله بكم للاحقون. و ما هم به خواست خدا به شما ملحق می شویم. اگر تا حالا زنده هستیم باز ما هم می آییم به نزد شما، ما هم مثل شما می شویم. این کاروان همیشه در حرکت است، این کاروان هیچگاه از حرکت باز نمی ایستد. ما زیر همین خاک دفن خواهیم شد و به شما ملحق می شویم و می پیوندیم. و در ادامه فرمودند این دعا را بخوانید نسأل الله لنا و لکم العافیه، برای خود و برای شما از الله جل جلاله عافیت را می خواهیم تا ما زنده هستیم در عافیت به سر ببریم، از همه بلاها در حفظ و در پناه الله باشیم و بعد از این که مردیم مثل که شما حالا مرده هستید باز هم در عافیت باشید از عذاب قبر و از سختی ها و دشواری ها. این خواندن این دعا سنت است. اگر برادران ما حفظ ندارن آسان می توانیم این دعا را با کم زحمت، با کم فشاری که بر خود بیاوریم این دعا را و این کلمات را حفظ کنیم. السلام علیکم اهل الدیار من المؤمنین والمسلمین و انا ان شاء الله بكم للاحقون نسأل الله لنا و لكم العافیه. و همچنین دوستان ما اولین ادب همین بود که دعای زیارت قبور را بخوانیم. دومین ادب این است
که از بدعتها و مظاهر شرک در جریان زیارت قبرها جدا پرهیز کنیم. شریعت اجازه نداده است که ما مرتکب بدعت بشویم. بدعت در واقع پیک شرک است و ما را به طرف شرک، به طرف بدبختی، به طرف دوری از خدا می برد. کسی که در اینجا دفن شده به دعای ما و شما ضرورت دارد. درست نیست که ما از او حاجت بخواهیم. پیامبر گرامی اسلام می فرمایند اذا سألت فاسأل الله و اذا استعنت فاستعن بالله. هرگاه چیزی میخواهی از خدا بخواه و هرگاه کمک طلب میکنی از خدا کمک طلب کن که او کمکگار حقیقی تو است. آنچه ما در حق بزرگان و در حق کسانی که وفات یافتن میتوانیم بکنیم که دستور شریعت است، این است که در حق آنها دعای بخوانیم، برای آنها از خدا آمرزش طلب کنیم. خدایا گناهان آنها را بیامرز، خدایا آنها را ببخش، خدایا از سر تقصیرات آنها بگذر. نه این که ما آنجا استاد بشیم چیزهای از آنها بخواهیم که باید از خدا بخواهیم. به من فرزند بده، مریض من را شفا بده، فلان حاجت من را برآورده بکن، قرض من را ادا کن، فلان و فلان کار، که این کارها فقط از الله باید خواسته شود. ما و شما هر وقت که نماز میخوانیم در هر رکعت سوره حمد را میخوانیم و در میان سوره حمد که مضمون اصلی سوره است و تمام مسائل سوره الحمدلله بر محور همین جمله میچرخد، چیست؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین. خدایا خاص تو را عبادت میکنیم و خاص از تو یاری میخواهیم، از هیچ کس دیگر نمیخواهیم. بعضی را میبینیم که گل میگذارن سر قبرها، بعضی را میبینیم که لباس و یا پارچه ها و چیزهای را به این درخت و آن درخت بسته میکنند. بعضی را میبینیم که به اطراف یک قبر طواف میکنند که طواف تنها برای خانه خداست و کسی حق ندارد، اجازه ندارد که حتی قبر رسول بزرگوار اسلام را هم طواف کند و اگر به نیت تعظیم و احترام و عبادت طواف کرد مشرک می شود. چرا ما این چنین باشیم؟ اگر می خواهیم حق آنان را ادا کنیم فقط راه درست ای است که به همین آداب توجه داشته باشیم، دعای زیارت قبور را بخوانیم و اگر فرصتی بود به هر زبان، به زبان خود برای آنها از خدا آمرزش طلب کنیم، خدایا آنان را ببخش. عده‌ای از زنها میبینیم که میآیند سر قبرها و مرتکب کارهای ناروا میشوند، از جمله بی‌حجابی. و در بین جامعه ما رواج شده که وقتی کسی فوت شد لازم میدانند اهل میت که روز سوم تعداد زیادی از زنها جمع شوند و سر قبر او بروند. نمیدانم این کار از کجا آمده، دلیل این کار چیست؟ و کسانی که باز خود را سرمایه دارتر فکر میکنند و یا سرمایه بیشتر دارند، میشنویم که خیمه ها سر قبرها برپا میکنند با غرض پذیرایی از زنها که شاید عده‌ای در میان آنها زنهای جوان و زنهای بی‌حجاب باشند. درست است، نباید ما آنقدر هم سختگیری کنیم که بگوییم به هیچ وجه درست نیست زن به زیارت برود. اگر پیرزنی بود، اگر لباس او کاملا اسلامی بود و محجبه بود و حجاب را کاملا رعایت کرده بود، عده‌ای از فقها اجازه دادند که برود به زیارت قبر شوهر یا برادر یا پسر خود. شرط ای است که مرتکب هیچ یک از این بدعاتی که قبلا بیان کردیم نشود. نه این که سنگها را روی هم بزند به گمان این که میت صدای این سنگ را میشنود و جواب من را میدهد و حاجت من را برآورده میسازد. فقط دعا بخواند و بی صبری هم نکند و بر سر و صورت خود نزند، گریه و شیون نکند و این کارها را نکند. اگر با رعایت همین آداب یک پیرزنی که کاملا حجاب را رعایت کرده بود رفت، اشکال ندارد. اما درست نیست که زنهای جوان بدون رعایت حجاب
و با وجود ارتکاب بسیاری از بدعات بروند سر قبرها و هر روز قبرستان را برای خود یک تفریحگاه ساخته باشند. در مورد همچو زنهای پیامبر گرامی اسلام فرمودند، ابن عباس میگوید لعن رسول الله صلی الله علیه و سلم زائرات القبور والمتخذین علیها المساجد والسرج. پیامبر گرامی اسلام آن عده زنها را که از قبرها زیارت میکنند لعنت و نفرین کردند و کسانی را لعنت و نفرین کردند که قبرها را سجدگاه برای خود ساختند و به سوی قبر و به سمت قبر نماز میخوانند و آنچه را که از خدا باید طلب کنند از قبر طلب میکنند و همچنین کسانی که قبرها را روشن میکنند و میخواهند که از این طریق برای خود کار و کاسبی آماده کنند که ما نمیفهمیم این همه کرامات را از فلان بزرگ دیدیم، در حالی که هیچ بزرگواری همچو کاری نمی کند که برای مردم جای مضحکه باشد و جای شوخی باشد. و چهارمین نکته و ادب از آداب زیارت که با تأکید مطرح می کنیم این است که ما باید حرمت قبرستان را در نظر بگیریم. متاسفانه امروز در شهر هرات ما و شما به ویژه قبرستان هایی که در داخل شهر قرار دارند به یک زبالدان تبدیل شده، قبرستان ها به یک آشغالدانی تبدیل شده. متاسفانه از طرف مسئولین و از طرف مقامات هم توجهی نمی شود که حداقل این قبرستان ها را احاطه کنند، دروازه داشته باشد، افرادی که رفت آمد می کنند وقت رفت آمد آنها معین و معلوم باشد، هیچ پرسانی نیست، نه احاطه دارد نه دروازه دارد. مردم آشغال ها را از خانه ها داخل همین قبرستان ها می اندازند، دیگر مرداری ها داخل همین قبرستان ها انداخته می شود. می بینیم که قبرستان را بسیاری برای خود یک راه رفت آمد فکر می کنند که از این راه اگر برویم راه کوتاه‌تر است. این کارها همه نادرست است. دین اسلام نه افراط را اجازه می دهد و نه تفریط را. نه به تو اجازه می دهد که بروی از قبر چیزی طلب کنی که اجازه شریعت نیست و باید از خدا طلب کنی، و نه هم به تو اجازه می دهد که به قبر بی احترامی کنی. نشستن بر روی قبر، استاد شدن روی قبر و حتی تکیه دادن به قبر، انداختن چیز نادرست بر روی قبر، اینها همه نادرست و ناروا و مکروه است. همین قبرستانی که در نزدیک محیط ما و شما از دوستان ما بروند ببینن از نزدیک در چی وضعیت به سر میبرد. حتی متاسفانه عده زیاد از کسانی که دکان دارند یا شاید در این منطقه خانه ای نداشته باشند این قبرستان را برای خود یک بیت الخلا ساختند و همچو استفاده از قبرستان میکنند. واقعا این کارها زشت است و بدانیم که این کارها چقدر به محیط زیست ضرر میرساند، فضا چقدر آلوده می شود و ضرر و زیان طبی و صحی به تمام محیط میرسد و همه مردم از این مشکلات و از این آشغالها و کثافتها متأثر می شوند. باید به این نکات ما توجه داشته باشیم. به هیچ وجه کسی حق ندارد گوسفند را داخل قبرستان ببرد روی قبرها بچراند. باید حرمت قبرها را داشته باشیم. باید معمولا این قبرستان های بزرگ که در داخل شهر است از طرف مسئولین، از طرف وزارت حج و اوقاف یا از طرف دیگر ارگان ها احاطه شود، دروازه داشته باشد که از این بیشتر بی‌حرمتی به قبرهای مسلمان ها نشود. پیامبر گرامی اسلام می‌فرمایند اگر کسی استخوان و دست و پای یک میت را بعد از مرگ او میشکند مثل ای است که در زندگی دست و پای او را شکستانده باشد. بی حرمتی به میت درست نیست و اینها همه طوری که ما اشاره کردیم بی حرمتی هایی است که متاسفانه ما مسلمان ها در مورد قبرستان و در مورد مرده ها روا می داریم و هیچ توجه هم به این نمی کنیم. امیدواریم کسانی که در کنار قبرستان زندگی می کنند به این نکات بیشتر توجه داشته باشند و همه ما مسئولیت داریم که قبرستان محیط را، قبرستان داخل شهر را کاملا پاک، صفا و خوشبو و سرسبز نگه داریم. برادران شاید به دیگر کشورها رفته باشند، شما ببینیم در دیگر کشورها وقتی انسان وارد قبرستان میشه فکر میکنه به یک پارک تفریحی آمده. همه برابر و منظم، جای قبر مشخص است، جای رفت آمد مشخص است،
حتی قبرستان ها وظیفه‌دارهای مشخص داره، پارک داره، سرسبزی داره، نه به خاطر اینکه مردم اینجا برای تفریح بیایند، به خاطر که محیط زیست مردم که شهر از آلوده نشود و بی‌حرمتی هم به مرده ها و به قبرها نشود. امیدوارم دوستان ما به این نکات توجه کنند که ان شاء الله ما توانسته باشیم حق مردگان را بعد از مرگ آنها ادا کنیم و ان شاء الله از عوارض و از مشکلاتی که به خاطر آلودگی قبرستان ها این مشکلات ها احساس می شود هم محفوظ بمانیم. خداوند پاک به ما توفیق عمل و توفیق اتباع سنت ها و راه و روش پیامبر گرامی خود را نصیب بفرماید و ما را توفیق بدهد تا زنده هستیم برای خانه آخرت خود سعی و تلاش کنیم و امیدواریم با مرگ ما ان شاء الله خوشحالی و سعادت به سراغ ما بیاید و زمانی که در قبر گذاشته می شویم خداوند پاک قبر را برای ما روضه و باغچه از باغچه های بهشت بگرداند و ما را در قبر تنها نگذارد و اعمال نیک و کارهای شایسته را که با اخلاص انجام داده ایم بهترین مونس و بهترین غمخوار ما در قبر قرار بدهد و زمانی که از قبرها برمیخیزیم ما را در صف پیامبر بزرگوار اسلام و اصحاب ایشان و مؤمنان مخلص و راستین محشور بفرماید و صلی الله تعالی و سلم علی سیدنا محمد و علی آله و صحبه. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. بگو آیا کسانی که میدانند و کسانی که نمیدانند برابرند؟ همانا تنها خردمندان پند میپذیرند.